خواهری که در پراموی افیر میبروی خط برای یک مرد فاسق خدا به خبر برهنه میکنی، من تو را برحذر میکنم، از الله میترسانم که خواهر عزیز مبادا غضب پروردگار دامنگیرت شوه، مبادا که الله پروردگار تو را در غضبش گرفتارت کنه و تو را شرمنده ای دنیا و بازار قیامتت بکنه. مبادا از دستی همین فاسقا نوار برداری شوی. مبادا همین فاسقایی که با دو سخن خوبی آنها دو بار تعریفت میکنن، دو بار خرمته و مرمتت میکنن، تو برای اونها بدنی خط نشان میتی، شرمگاه تا صورت میگیری نشان میتی. مبادا از دستی همینو تو نوار برداری شوی و اینترنت پر از نوارهای فحشای تو بشوه و تو را یک زنی فاحشه بشناسن. مبادا که با این کارهایی که میکنی آبروی خاندان تا، آبروی پدر و برادرات تا زیر پا بکنی. این را تو فکر کردی خواهر عزیز؟ خواهر عزیز، این سخنی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای شما میگه خوب اندیشه بکن. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که بدترین زنان شما کسانی هستند که خود را به نمایش میگذارند. سبحان الله. خود را به نمایش میگذارند و مغرور و متکبر هستند. اینها منافق هستند که از اینها داخل جنت نمی شود مگر عدد خیلی اندک. روایت طبرانی. خواهر عزیز، این صفت هایی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیان میکنه که داخل جنت نمی شوند این خیل زنها، در همین تو دیده می شود. خوب اندیشه بکن خواهر عزیز. یکمش این که پیامبر خدا در این حدیثش میفرماید که زنهایی که خودشون به نمایش میگذارن، الان خواهر عزیز خودت به نمایش میگذاری. دومش مغرور و متکبر هستند. خودت مغرور و متکبر هستی که وقتی که برای شما نصیحت کرده شوه شما چی میگی؟ رو خواهر خودت نصیحت کن. و من چیکار داری؟ گوری تو جدا و گوری من جدا میگی. این علامت مغرور و متکبری است. ورنه اگر انسان مغرور و متکبر نباشه وقتی که به اون نصیحت کرده میشوه خوب میگه، یگان کلمه زیادی نمیگه و وقتی که از برای او گفته میشه که از الله بترس چهره او دیگرگون میشوه، نه اینکه در جواب با 10 گپ دیگر جواب بتیه. بزرگان میگن که وقتی که برای یک انسان گفته شوه که از الله بترس، وقتی که او چهرهش متغیر نشید، یعنی که برای او یگان تأثیری نکرد، پس شما بدونه که قلبی او از سنگ شدگی است. قلبی او سخت شدگی، دیگه سخنی حق او نمیشنوه دیگه. سیوم صفتش که منافق هستن. منافقی ایه که دو چهره دارن. یک چهره شما بیرون از اینترنت هسته، دوم چهره شما در اینترنت هسته. این را منافقی میگن. خواهرش عزیز، این منافقی در شما وجود داره. یک چهره شما در بیرون از اینترنت ای هسته که شما یک زنی پاکدامن، یک زنی خوب و صالحه خودتون جلوه میتیه در بیرون از اینترنت. وقتی که در اینترنت داخل میشوه، در پنهانی، در درون خانه، ایما، واتساپ، وایبر را هوی میکنه، شبکه های اجتماعی را هوی میکنه، یک چهره دیگر داره در اینجا. سبحان الله. همین چند صفتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیان کردن در همین شما وجود داره. این را شما خوب اندیشه بکنید خواهرای عزیز. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که چنین زنها داخل جنت نمیشوند مگر عدد خیلی اندکه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.